یه سری چند سال پیش سر کار بودم، فروشگاه زنجیره کار میکردیم، سرمون شلوغ بود آقا. اینو با دوستم داشتیم صحبت میکردیم یکم پیش، یادته فلان شد، کلی خندیدیم. گفتم میام به شما هم تعریف کنم، اصلا سرمون شلوغ بود، جشنواره بود. بعد دو سه تا خانومه توی بالا شهر کار میکردم، شمال تهران، اینا همه دیگه سانتیمانتال و دکتر مهندس و اینجوری. بعد دو سه تا خانوم جشنواره داشتیم، اومدن سوال و فلان و اینا، به اینا داشتم جواب میدادم. در همین حین یه آقای هلوش مثلا 40 خورده ای ساله، خوشتیپ و اینا دیگه، این دکتر مهندسا، اومد رد شد رفت. توی لاینی بودم من، بچه‌ها دیگه نبودن، اون برتر بودم. بعد رد شد رفت این آقای، یه خانم منو صدا کرد، خانم ببخشید این روغن زیتون خوبه فلان. رفتم این خانم جواب بدم، توضیح بدم و اینا. داشتم با این خانومه این برم، این سمتم بود، حسمتون برتر، توضیح میدادم و اینا. سوال پرسید، تاریخ انقضای جنس رو پرسید و اینا، داشتم چیز میکردم. بعد یهو روم این بر بود، یه صدای نازکی برگشت من صدا کرد، یعنی برگشتن گفتن که خانم ببخشید فلان، سوال داشت. بعد من فکرم خانومه، و همینجوری که داشتم این خانومه رو راه مینداختم، مشتری معطل نمونه، گفتم جانم عزیزم بفرمایید. برگشتم دیدم یا آقا است که رد شده بود. ما مثلا برای مشتری خانم و اینا میگفتیم عزیزم بفرمایید، باید با احترام اینجوری صحبت میکردیم، ولی مثلا برای آقایون مثلا جناب بفرمایید اینجوری. برگشتم یا به یارو برگشتم گفتم که جانم عزیزم بفرمایید. با مردا خب اینجوری حرف نمیزنیم. بعد خلاص یارو یه لبخند ژکندی زد، فکر کرد من دارم چه چراغ سبزشون میدم. این منو میگی اصلا رنگارون پرید. گفتم وای خاک تو سر دختر فلان، من چرا به اینو گفتم ندیده. بعد خلاصه هیچی دیگه. بعد اومد یارو سوال بپرسه، من انقدر دست و پامو گم کردم اون لحظه از اینکه اونجوری گفته بودم، قدرت تکلممو از دست دادم. یارو یه سوالی پرسید، همینجوری موندم، نمیتونستم جواب بدم. مرد خندش گرفت. بعد اون رو نگاه کردم یه ذره، گفتم ببخشید من فکر کردم خانم هستیم بفرمایید. بعد سوال پرسید، با من و تته پته جواب یارو دادم. بعد یارو خندش گرفت، اشکال نداره راحت باشی. یعنی انقدر من سر چیز سوژه داشتیم، پپق زدم، سوتی دادم، که یعنی براتون میخوام حالا این یه نمونه خیلی سادش بود تعریف بکنم. حالا بعدها شما پیش اومده مثلا پیش جنس مخالف و اینا به خصوص دست و پاتون گم کنید سوتی بدید یا نه؟ فقط من اینجوریم. اگه شده برام تو کامنت ها تعریف بکنید. بعد این با مزه تریناش